یه روز امیر تو مسجد بود، آزادهاش دورش بودن، عباس 4-5 ساله شده. یه وقت امام حسین صدا زد بابا پیغمبر بفرمایید برام آب بیاره. آقا زادن، بزرگ زادن، نوکر دارن، غلام دارن، کنیز دارن. امیر فرمود قنبر پاشو برا حسینم آب بیار. تا فرمود قنبر پاشو یه وقت دیدن عباس بزرگ ای آزاده 4-5 ساله با یه عجله اومد در خونه. صدا زد مادر آقام حسین تشنشه، بابام به قنبر گفته براش آب ببرم، دلم میخواد من آب ببرم زوده. یه ظرف آب رو سر بچهش گذاشت، از بس ای بچه با عجله اومد در مسجد. همین که وارد مسجد شد یه وقت صدای ناله علی بلند، یه مقداری از آب رو شونش ریخته بود. گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمود مردم نگاه کنید، عباسم رفته برا حسینم آب آورده. آقا اینا برادرن، باید به درد هم بخورن، آب آورده، چرا گریه میکنی؟ فرمود مردم نمیدونید عباسم داره به من چی میگه، من میدونم او چی میگه. میانه عاشق و معشوق رمزی چه داند آن که آشدار میچراند. ای مردم من میدونم عباس به من چی میگه. عباسم میخواد بگه بابا من سقای حسینم. آی من سقای حسینم، چرا به قنبر میگی براش آب ببره؟ شب تاسوعاست امشبا. خدا راوی میگم یه وقت دیدم گرد و غبار بلند شد. ای دیگه من عباس رو تو میدون جنگ ندیدم. خدا میگه یه وقت رفتم بالای بلندی، ای گرفتارا ای مریض دارا، امشب شبشه ها. خدا راوی میگه رفتم بالا بلندی، یه وقت نگاه کردم دیدم عباس دست نداره. خدا دیدم خون از دستاش میریزه، بند مش را به دندون گرفته. وقتی دستاشو بریدن بمیرم اون وقت یه تیر به چشمش زده. ای خدا دست نداره تیر بیرون بیاره. راوی میگم من رفتم یه روز قبرستان بقیع، هوا گرم بود، دیدم یه بیبی محترمه ای تو آفتابا نشسته، 4 صورت قبر درست کرده. هی صدا میزن لا تدعونی وی که ام البنینی. صدا میزنه ای مردم دیگه به من ام البنین نگید مردم من یه روزی ام البنین بودم که 4 به سر داشته. خدا
یه وقت صدا زد مردم من که کربلا نبودم، من که کربلا نبودم، اما برام خبر آوردن دستای پسرمو بریدن. آی خدا برای مادر خبر بیارن دست بچه دو بریدن. صدا زد مردم من که کربلا نبودم، اما برام خبر آوردن تیر به چشم بزرم زدن. سقای دشت کربلا ابوالفضل ابوالفضل آقایون امشب میدونین کربلا چه خبره؟ 120,000 جمعیت یک طرف، یه مش زن و بچه ابی عبدالله یک طرف. سیدالشهدا یه وقت نگاه کردید یکی داره پشت گوششو میخارونه، یکی داره ریششو تو دهنش میکنه، یکی داره استخاره میگیره که با امام حسین بمونه خوبه یا بده. ای خاک به سر ای شیعه کنن. امامشو میبینه ایستاده اونجا میگه من پا کار بایستم، این تاده تو فکر وظیفه‌اش چیه؟ الله اکبر. سیدالشهدا چراغ خیمهشو کشید پایین. به قول مرحوم حجت الاسلام تبریزی میگه گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، ره گیرد و برون رود از کربلای ما. ناداده تن به خوری و نا کرده ترک سر، نتو نهاد پای به خلوت سرای ما. دختر امام حسین میگه یه وقت دیدم این بیچاره ها بدبختا 10 تا 20 تا خدا حافظی با بابام نکردن و رفت. این شیعه یه مشتی هم مونده بوده. سیدالشهدا فرمود شما هم بیاد برید. به ابوالفضل صدا داد داداش دست برادراتو بگی برو. گفت آقا من برم بابام علی رفته، مادرم ام البنین رو گرفته که من ازش دنیا بیام برا فردا کمکت کنم. من برم، من اصلا بچه فردام، من برم. صدا داد قاسم جان عمو جان دست مادرتو بگی برو. گفت عمو ما رفتنی نیستیم، ما موندنی هستیم. علی اکبرم برو بابا، بریر بیا برو، زهیر بیا برو، برید. این مردم فقط منو میخوان، کار به شما ندارن، بیاد برید. بریر یه جواب عالی داد. گفت امام حسین به خدا قسم اگه 1000 دفعه منو بکشن، قطعم کنن، قطعات بدنمو آتش بزنن، خاکسترمو به باد بدن، دوباره خدا منو بریر درست کنه تا پاشم میگم حسین جان ما رفتنی نیستیم، مؤمن که نمیده. گفت پس امشب شب آخر عمرتونه، هر کی اینجا بمونه فردا میکشن. آی جوونا امشب میکنین چه کنین؟ قرآن بخونین، مناجات بکنین، نماز بخونین. جوونا رفتن تو خیمه ها، از میان یک خیمه صدای قرآن بلند، از میان یک خیمه صدای نماز بلند، از میان یک خیمه صدای مناجات بلند. آی چقدر حقیقت خوبه. صدای مناجات ها بلند شد. قمر بنی هاشم یه نفری پاسبانی دور خیمه ها به عهده‌شه. میگه حسین جان همه برید تو خیمه ها، زنا و دخترام تو خیمه ها، عباس زنده است. یک نفر دور این خیمه ها جلو 120,000 لشکر. آخرای شب شد یه وقت زینب فاطمه از بس علاقه به امام حسین داره، شب آخرم هست، هی میاد گاهی در خیمه یه نگاه به برادرش میکنه، امام حسین میبینه باز بر میگرده، باز رفت تو خیمش. آیونی یه وقت زینب علی آخرای شب بود، اومد در خیمه یه نگاه به برادرش بکنه، دید حسین نیست. آمد در خیمه ها صدا داد عباسم ابوالفضلم حسین کجاست؟ آمد تو خیمه های انصار نگاه کردید حسین نیست. اومد تو خیمه بنی هاشم نگاه کردید، تو جوانای بنی هاشمی هم نیست، تو صحابه هم نیست. حسین تو خیمه خودشم که نیست. اومدن پشت خیمه ها تو تاریکی ها
دیدن حسین نشسته داره این شمشیرش رو صیقل میزنه، هی میگه یادر افن لک من خلیلی. تو تاریکیان نشسته حسین، یادر افن یادر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. صدا میزنه آی روزگار اف بر تو باد حسین تنها مونده، آی حسین کسی رو نداره همه رفتن، پسر فاطمه تنها مون. اونقدر زینب گریه کرد، یه وقت ابوالفضل میگه دیدم برادرم پا شد تو تاریکیا، بانو که شمشیرش هی داره ای خار و خاشاکای زمین رو میکنه، ای خار و خاشاکای دور خیمه ها رو میکنه. صدا زد برادرم اگه لازمه ای خار و خاشاکا کنده بشه بگم همه بیان بکنن، برا چه ای خارا را میکنی؟ صدا زد عباسم فرد و عصری بچه هم با پای برهنه، آی روی ای خارها خدا حسینو کشتن، آی حسینو کشتن، اومدن خیمه هاشونو آتش زدن. آی یکی از لشگریان عمر سعد میگن یه وقت دیدم دامن یه دختر بچه آتش گرفته، این بچه بدنش داره میسوزه، این بچه نمیدونه چه کنه، خیال میکنه اگر بدوه آتش دامنش خاموش میشه. میگه من دلم به حال این بچه سوخت، دنبال بچه دویدم آتش دامنشو خاموش کنم، این بچه به خیالش من میخوام او را بزنم. هی بچه بیشتر داره میدوه، گفت من با اسبم با عجله خودم و رسوندم بالای سر بچم، تا دید دیگه نمیتونه فرار کنه. یه وقت بچه سرشو بلند کرد، صدا زد آی مرد به خدا من بابا نداره. من پریدم از اسب با این آتش دامنشو خاموش کردم، گفتم آجان من کاریت ندارم، میخوام آتش دامن تو خاموش کنم. با دو تا دستم پیراهن آتش گرفتشو خاموش کردم. گفت تا این بچه یه خورده از من محبت دید، یه وقت صدا زد آی مرد تو را خدا بگو بدونم راه نجف از کدام طرفه. ای میخوام برم نجف شکایت این مردم رو به جدم علی بکنم.